یه شعر طنزی دارم در وصف بعضی از مسئولین. این طنز هیچ قصد و غرض و نیت بدی هم ازش ندارم. اگرم کسی ناراحت شد پیشا پیش ازش عذرخواهی میکنم. در نهایت همه ما هم امیدوارا هم ناامیدها چیزی به جز مصلحت ایران نمیخوایم. یه شب تو خواب رفتم رو به بالا، رسیدم درگه باری تعالی. جلوش وایسادم و جبریل جفتم، سپس رو به خدا با بغض گفتم خداوندا مرا آن ده که آن به. خدا برگشت نگاه هم کرد گفت جبی این بنده رو کی خلق کرده که جرأت کرده در درگه بگرده؟ تویی که بنده صالح نبودی واسه چی زرزر بی خود نمودی؟ نه اهل هیئتی نه اهل مسجد نه پای منبری نه بچه سید. شما میگید این حرفا گناهه ولی جدی نگیریدم، مزاحه. خدا با جنبه تر از بنده هاشه، یعنی شخصا امیدوارم که باشه. ز خشمش آسمان لرزید هیهات، فقط با دیدنش میریخت برگات. ز وحشت روی زانویم فتادم، برایش ماوقع را شرح دادم. خداوندا در این دیوان خانه، در این خرطوخر خاورمیانه، اگر خلقی پی راه نجاتن، مقصر مؤمنین و مؤمناتن. جهانت را جهنم کردند و تمام بندگانت بردند و میون قحطی و فقر و خرابی اینا رفتن سراغ بدحجابی. اینا با کل دنیا جنگ کردن، گشاده دست ما رو تنگ کردن. تو این دنیا که ملت گشنه بودن، به اون دنیا دلا رو خوش نمودن. از این بیشتر بگم سانسور میشه، برای جفتمون ناجور میشه. 100%. خدا سین کرد و بی پاسخ رها کرد. اسی شیپورچی را هم صدا کرد. اسی سو رو بزن اونجا که سفته، که امشب باز دل از دنیا گرفته. یه خورده هایده خوند و در نهایت اسی سو رو زد و رفتیم قیامت. جهان چند لحظه‌ای لرزید بر خود، یهو فصل 3 واکینگ دد شد. یعنی هر مرده‌ای برگشت رو خاک، تموم زنده ها گفتند اوه وای. همه بودن غریبا آشناها، یه سمت اونا یه سمت دیگه ماها. خدا حتی نذاشت که وقت تلف شه، به اونا گفت که هر کی هست به صف شه. سپس پرسید که بی عذر و بهونه بگید اونجا چی کار کردید؟ چتونه؟ شما هر چی دلاتون خواست داشتید دیگه، چی کار به حق و ناس داشتید؟ ما گفتیم که یه ماه روزه بگیرن بفهمن حال اونا که فقیرن. شما با ملت دلخوش چه کردید؟ چی جوری کلشون رو گشنه کردید؟ مگه تو حرفای من چی شنیدین؟ نگفتم من که لا اکراه فی الدین؟ شما تو دین من اکراه کردین، به زور این امت رو گمراه کردین. جهنم بس نبود واسه سزاتون، پرومکسش رو میسازم براتون. یکی از دوستان پرمحاسن یهو خودجوش پرید و رفت رو سن. یکم پشت بلنگو مرگبر گفت، 4 تا سرفه کرد و بعدتر گفت یکم کوتاه بیا دیگه خدایی، واسه چی میکنی مشکی نمایی؟ مراعات ما رو کن با یه من ریش، ببین از هان ملت گشت تشویش. اونا که پشت ما زرزر نمودن، همه اخن بدن جیزن حسودن. توی دنیا کسی در حد ما نیست. شما اخبار رو ول کن، به خدا نیست. ببخشید دیگه، اما طبق عادت شما باید بری پیش حراست. گلوش رو صاف کرد و بعد فرمود که این صفحه از این پس هست مسدود. اونایی که به جای حق نشستن، خدا رو بردن و پیجش رو بستن. دم شما